بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب آقای حامد کرزای، رئیس جمهور اسبق و محترم افغانستان، و همچنین عرض تشکر دارم بابت این فرصتی که به بنده و دوستان ما در خبرگزاری تصنیم از کشور ایران اختصاص دادین جهت انجام این مصاحبه. بسیار خوش اومد. اگر اجازه بفرمایید محور سوالات رو با این موضوع آغاز کنم که بله. دلیل اصلی جناب عالی برای عدم امضای توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن علیرغم همه فشارها چه بود؟ دلایل واضحی داشت نزد من. از صلح خبری نبود، هیچ. از بهبود روابط افغانستان و پاکستان خبری نبود و ترس مزی بود که با امضای قرارداد امنیتی نه تنها ای که صلح نبیاید به کشور ما بلکه جنگ تشدید شود. و این سه مورد عمده بود که باعث تصمیم به نه امضای قرارداد شد. متاسفانه که چیزی که من ترس داشتم رخ داد. بعد از امضای قرارداد توسط حکومت پیشین، پس همین سه دلایل عمده بودن. بله جناب عالی تقریبا نخستین فردی بودید که در افغانستان و یا حتی در دنیا لفظ برادر رو برای طالبان استفاده کردید. دلیل این امر رو چی میدونید شما؟ دلیلی بود که طالبان مردم افغانستان بودن، از همین خاک بودن و باید با هم یک جای می بودیم، زندگی می کردیم در خاک و در وطن خود. دلیل دیگه شمی بود که زمانی که مسئله کردم بر طالبان به نام برادر، وقتی بود که در افغانستان قواهای خارجی به نام طالب داشتن خاک و خانه مردم افغانستان بمباردمان میکردن، به خانه های مردم افغانستان شبانه میرفتن. ظلم بود و این جنگ مردم افغانستان من نمیدانستم، یک جنگ بیگانه میدانستم، من منفعت بیگانگان میدانستم. به می دلیل به طالبان صلاح کردم که برادر هستیم و بیاین با هم خاک خود نجات بدیم. پس هم به دلیل هموطن بودن، هم به دلیل از که هدف مشترک برای نجات خاک داشته باشیم و بدانیم که هر دو جانب داریم در یک جنگی که از ما نیست استعمال میشیم. از این سو حضرت علی پیش بینی میکردی طالبان بتونه در واقع خودشو بازسازی کنه، وارد جنگ جدی بشه و یا حتی اصلا اینکه طالبان بتونه به حکومت برسه تو این بازه زمانی کوتاه؟ کوشش ما و تصور ما به طرف صلح بود، به طرف ایجاد یک نظام از طریق مذاکره بود و از طریق کوشش های صلح که امریکا آغاز کرده بود و پشتیبانی اکثریت کشوران داشت بود. تصور ما هرگز نبود که روز متاسفانه بیایه که همه چیز سقوط کنه و ما با یک حالت که دلخواه مردم افغانستان نبود چارشب، نه دلخواه طالبان بود نه دلخواه دیگه مردم افغانستان، ولی اون روز متاسفانه که رسید و بازم خوشبختانه که از حوادث بزرگ و از نیاهای بزرگ و از چورچپاول هایی که احتمال زیاد میرفت که رخ بده رخ نداد و خوشبختانه با آرامش سپری شد. به حدی که ترس داشتیم به او حد نبود. دلیل اصلی عدم دفاع نیروهای نظامی و امنیت افغانستان در برابر طالبان رو چی میدونید؟ چون واقعا هیچ گونه دفاع خاصی صورت نگرفت نسبت به ورود طالبان به حتی شهرهای بزرگ. این شما دلیل اصلی رو چی میبینید؟ خب دلایل بسیار زیادی شاید بوده باشه. نمیدونم در این مورد آدم چی دلایل را بیان کنم. شاید از نبود دلچسپی،
یا دلایلی که به ما هنوز معلوم نیست، ولی از یک لحاظ به یک دلیل که خونریزی شدید نشد و به مردم افغانستان با جوانای ما آسیب نرسیده، از اون لحاظ خوشحال هستیم. که نه به جانب اردوی ملی افغانستان نه به پلیس افغانستان آسیب رسید، خوشحال هستیم. و هم به تحریک طالبان آسیبی نرسید. اگر این حالت آمیخته و همراه و از طریق مذاکرات صلح میشد، به خاک ما بهتر بود. یعنی سقوط نظام به خیر افغانستان نشد، سقوط نیروهای امنیتی ما، سقوط نیروهای ملی ما به خیر مملکت نشد. اگر تحریک طالبان و نیروهای ملی ما و پلیس ما با هم یک جای میشدن و از طریق مذاکرات تشکیل دولت میشد و نیروهای ما ثابت بر جای میموندن، او به خیر مملکت می بود. بعد حالا اساسا شما در واقع نگرش این نسبت به اینکه طالبان چطور بعد از 20 سال مجدد به حکومت رسیده، خیلی مجمل و خلاصه بخواید بفرمایید، اینو علت اصلی رو چی میبینید؟ خب اونها مجادله کردند و امریکا و متحدینش کاری که باید نمی کردند، زمین سازی حالت شدند و نتیجه شما بود که شد. متاسفانه و حال برای ما مردم افغانستان مهم است که از حالت موجوده به خیر مملکت ما استفاده کنیم، به خیر امنیت کشور ما استفاده کنیم. و مشوره ما به تحریک طالبان است که بر افغانستان کار کنند که تمام مردمش چهره خود در حکومتش ببینن و از خود بدارن. در اون صورت کامیاب بشیم و به طرف تعالی و سعادت میریم. نکته بعد این که در واقع به هر حال از نگاه طالبان حضرت عالی به عنوان بخشی از دولت مردان سابق این کشور محسوب میشوید. بله. اما برخلاف باقی مقامات که حالا بعضا خیلیشون کشور رو ترک کردن، جناب عالی تشریف داشتین و ماندین در کشور. دلیل این امر رو شما چی می‌بینید؟ که چرا ماندم در کشور؟ کشورم است، خاکم است و نمیخوایم که پناهنده جای دیگه باشم. میخوایم که در کشور خود بمانم، در کشور صاحب صلح، صاحب زندگی و صاحب آرامش و ترقی. و کوشش ما هم همی است و مشوره ما به تحریک طالبان و کوشش ما به امرایم در همین جهت است. کشورم است. جناب عالی تو همین تایم کوتاهی 1 ماه گذشته که در واقع طالبان وارد شدن و به حکومت مستقر شدن، صحبتی، مشورتی، گفتگویی با طالبان داشتین یا بعضا حالا سهمی در واقع، یا در واقع میشه گفتش که سمتی در واقع درخواست کردین یا پیشنهادی به شما شده روی این قضیه اصلا از سوی طالبان؟ بله، صحبت داشتیم از آغاز آمدن تحریک طالبان به کابل تا به امروز. ما و دکتر صاحب عبدالله رئیس محترم پروسه صلح ما، کوشش های صلح ما، با هم مجالس مشترک داشتیم. ما با مدت 10 روز با دکتر صاحب عبدالله یک جای در منزل اونا بودم. با بزرگان طالبان از روز دوم سومی که اینا به کابل آمدن به مجلس ما آمدن و مجالس متعدد با بزرگانشون داشتیم، اگرچه مجالس غیر رسمی بودن. ولی در مورد چگونگی آینده افغانستان، چگونگی حکومت افغانستان، چگونگی آوردن آرامش و ترقی به افغانستان و ثبات کشور صحبت‌های مفصل و خوبی داشتیم. اما در مورد جایگاه خود ما در حکومت نخیر ابدا. ما 14 سال رئیس جمهور افغانستان بودم، کفایت میکنه و یک ریاست جمهوری بسیار نامدار هم داشتیم در جهان
او کفایت میکنه. دکتر سعدالله رئیس اجرایی بودن، وزیر امور خارجه بودن، ولی شورای صلح بودن. اونها چیزی بر خود خواهان نیستن، ولی بر کشور خود، بر مردم خود خواهان آرامش، خواهان ترقی، خواهان زندگی، برابری و برادری و برابری هستیم. و در این مورد با بزرگای تحریک طالبان مشوره های دادیم و امیدوار هستیم که در راستای مشوره ما چیزی که اونا به خیر مملکت میدانن اقدام کردن و ما برای یک افغانستان با عزت، افغانستان صاحب صلح و ترقی و افغانستانی که همه این مردمش چهره خود در حکومت ببینن با ایشان همکار می باشیم، ولی برای خود و یا دوستای خود چیزی خواهان نیستیم به هیچ عنوان. الان سوالی که در واقع تو اذهان عمومی داخل افغانستان و بعضا در رسانه‌های خارجی دیده میشه اینه که در واقع تغییرات در طالبان در واقع به حدی که در واقع ملموسه. آیا شما این تغییرات ظاهری در واقع در طالبان رو تاکتیک میتونید یا تصور میکنید که این تغییرات ادامه داره و یه چیزیه که ما فکر نمیکنم که تاکتیک باشه. طالبان قسمی قبلا براتون عرض کردم جزء مردم افغانستان است، از می خاکستان و حب وطن دارن و البته طرز دید خاص از خود دارن، در جای شک نیست، ولی حب وطن دارن، از این خاک خود میدانن و میخواین که آرامش باشه و زندگی آرامتر باشه. ما نظر ما است که و مشوره با اینا است که افغانستان زمانی میتونه که صاحب صلح و آرامش کامل باشه و به ترقی دلخواه خود برسه که مملکت تعلیم یافته باشه، مملکت تحصیل کرده باشه، مملکت گلو مردهای افغانستان و زنان افغانستان دوش شانه به شانه در کوشش زندگی بهتر باشن و او تنها راهش تعلیم جوانای افغانستان است، از دختر و بچه افغانستان و شمولیت اونها در اداره دولتی و اداره ملی به خدمت به کشور است. این مشوره ما بین هاست. جناب علی، اون چی که از بدنه مردم میبینید، آیا طالبان میتونه در واقع محبوبیت و مشروعیت خود رو که در واقع در بستر مردمی کسب کنه؟ چون در واقع این اما و اگرها تو اذهان مردم، حتی ما صحبت میکنیم با مردم شریف افغانستان تو این مدت، همه براشون یه دوگانگیه که چه میشه؟ به نظر شما این دوگانگی ابهام برطرف میشه تو اذهان مردم؟ ابهام بدون شک هست و ابهام باید برطرف شد و راه‌های دور کردن ابهام و آوردن آرامش ذهنی به مردم و آرامش زندگی به مردم دری است. اول حکومت همه شمول، حکومت که تمام مردم افغانستان خود در او شریک بدانند و از خود بدانند و دوم ارزش هایی که بر مردم افغانستان محترم است که اتحاد و اتفاق ملی مردم افغانستان است، استقلال مردم افغانستان است، استقلال زندگی و کشورشان است و سوم آبادانی کشور در یک زندگی باهمی و او قسمی که قبلا عرض کردم تنها راهشی است که هم تمام مردم افغانستان خود جزء بدنه حکومت ببینن، دولت ببینن و هم تعلیم یافته باشن، دختر و بچه افغانستان، زن و مرد افغانستان و همشان شریک کوشش حکومت باشن. ایران جمهوری اسلامی است ولی شما به ایران میرین میبینین که تمام جامعه در